фақат дар бораи пул гап мезанӣ. Ту ҳамин як бача дорӣ, чӣ ба Бадриддина занг намезанӣ, чӣ ба Шамсиддинша занг намезанӣ? Фақат ҳамин ман ҳастам ҳаминҷа. Ба ман надорам сумуча. غم نتی هوزی خدم قرض دارم. تمام از یقین نکن دختری کشور. کم گیسته نکن. به هوزی ما خدم میدیم. حاضر رجب علی ایبرانی. سلام علیکم خالا جون. السلام علیکم. خالا جون، من امروز اومدم که برق شما را خاموش کنم تا همین روز دستگیری کرده تو نیستم. سوم شکلی گذراندم و میان سویتونه ایران نکنم. ایلاجی نیست که نکشیم از بچه ها زنگ میزنم یک ایلاج میتونیم نگذارم. اگه امکانیت تا همین روز داشتم دیگر نداره. رقم ما شما دسته. سوم شکلی گذراندم روی کردم میام ایران نکنم. بخشش ده خالا جون. مایلش بچه جون. مایلش. این 2 ماه می شود که مردکم نفقه شما نمیگیرم. این بچه هایم پول روی نکردن. اینا برقم خاموش کردن. و همین زندگی همش به همین برق پیوسته. نه خالدینی کار میکنن، نه کنیسانیه کار میکنن، نه تلویزر کار میکنن. یک با مهربان زنگ زنم چه حتی ضریب تلفنم هم تموم میشد. ای رجب علی. باور کن همین جاهایی که تو میاری منو دلم رو گرفت. این باغی غلباریم، این طرف اون طرف یا همه کاخ شده وقتش گذشته است. میدونی با کجا میریم؟ این قسمت جمع میکنیم کی روزی میشود ایمو؟ اسکندرکول میرویم. اسکندرکول. او خوش برادری ما. ها بچه‌ها با شهر نگاه کن. 2 بار نگاه کردم نمیشود. هم جای گفتگی میرویم. این کمازنگ نشه برای سو. نه برادر. نه. این مدار تو زنگ زد یگان پابلی ما یگان وقت زنگ نزد بگو پیسکوزی تنجی. لبایوچا. الو مهربان جون. لبایوچا. خیلی خوبی؟ بش اسوس. سلامتی ها چخیر؟ اسوس چو کاری خدا؟ کلینم خطی کودکان نزن؟ ای سری خلوصه و بیو هم اسوس چو کاری؟ مهربان جون میدونی چی بچه جون؟ امین روز قوای برق همونا خاموش کردن بچه جون. 2 ماه شد که پرداخت نکرده بودیم. قوای برق بینک آمد گفت که اگر که پرداخت اپا جون مهلتتون گذشت من برقتون خاموش میکنم. برق خاموش کرد تا پرداخت نکنیم برق در نمیگیرونن. چیکار کنیم بچه جون؟ خالدینی کار نمیکند، کنیسانیر کار نمیکند، خانه ها گرم، یگام چیکار نمیکند. باور کن به قوای برق زندگی تماما مشکل بچه جون. بالای این هیچ چیز نیست در خانه. پرودکت هم تمام شده است. پدرت هم 2 ماه میشوند که نفقه شان نگرفتند. اگر علاجش میبود جون اوچه یگام سم کمک میکردی. ای اوچه یک بار زنگ نمیزنی که بچه از افغاتی روحید میکنم، ایسو روحید میکنم، اوسو روحید میکنم، فقط در برای پول گپ میزنی. دوستان و تماشاگران عزیز، برای شما هواکس ارزان با صفت و دلپره توصیه می‌کنیم که نرخ نوای بلیط‌هاشون دوستان با کلی دیگه هواکس‌ها فرق داره و به‌نهایت ارزان است دوستان. این همجا رقم‌های برادر موندگی 24 ساعت در خدمت در واتساپ بنویسین. مقصد در 3 دقیقه بلیط شما با کدام دولت که باشه فرق نداره تیار میشه دوستان. این همینجا رقم موندگی +7 996 432 44 23. حتما زنگ بزنین، اینو سامانه ما مراجعه کنین. ایسیف خیلی برای شما خدمت میکنه. فقط در برای پول گپ میزنی. تو همین یک بچه داری، چی با بدرالدین زنگ نمیزنی، چی با شمس‌الدینش زنگ نمیزنی. فقط همین من هستم همینجا. من ندارم سموچا. غم نتی هوزی خدم قرض دارم. دفعش یک قرضدار ایستادگی هستم. با سری قرضش اومده. دادن نمیتونم اوچا جون بخشش. مایلش مهربان جون، فقط تو عصبی نشو. من نمیخوام که تو عصبی شوی. هوز زنگ میزنم اوچا جون.
فقط درباره پول گپ میزنی. تو همین بچه داری، چرا بدردین زنگ نمیزنی؟ چرا شمس‌الدین زنگ نمیزنی؟ فقط همین من هستم همینجا با. مصیبت خوب نیست. چی منوس و مادر نرنجار یا همین خیلی نکنی هر روز سم 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 سم. من یکم بانکماتی پول چوب کنی دارم. خای میشه. اسکندرپور میریم ها؟ او اسکندرپور بیا بریم اینجا. بیا بریم. ای راجوالی دودار یک جای میبیوری که باور کن بجای استراحت کنی غارت بشیش. بچه که یک بار نگاه که طبیعت زنده را نگاه که یک بار بچه او دعوا را نگاه که که زتا پیرود تازه 100 بار نگاه کردم همیشه بهار گردد که دیگه لازم نیست. اسکندرکول گفتم اسکندرکول. همون مکه اسکندرکول علاودین کول هم مجبور اکشن میبریم. السلام علیکم دختر بانوز. سلام علیکم. این دختر خوشرو چیکار کرده در این راه رو مونده؟ یک ساعت میشه و در همین جایم نمیدونم با این ماشین چی شده است. اوشی ویروش نه ای ما برای چیم؟ میگن مردی همو هایی که در راه یک کس دستش گیری. شما در راه مونده ما شما به منزلتون میبریم. کاری نیکی همه وقت خوب است. باید همه وقت نیکی کنی. من همین خیلی آدمم. همه وقت نیکی میکنم. در راه رو کسی موند یا همسایه یا تلونده پیش خونه میبود همیشه دستش میگیرم. فقط همین من هستم همینجا با. من ندارم سموچه. غم نتی هوزی خودم قرض دارم. تمام از یقین نکن دختر خوشرو. کم که سنتک به هوزی ما خودم میبینم. برادر چیکار میکنی؟ ندیده استی؟ یک کس در راه مونده دستش گرفتن گناه است اجازه نمیتی. ای رجوالی برادر این زن هستای در راه مونده است دستش گرفتن در کار. این مرد میگوید گپی دیگر هستای یوش هست است هیچ گپ ندارد. یک ثواب دیگر زم میکنیم در روزنامه زندگی. عجایب دنیا ده برادر برای مادر خودت کمک میکردی مادر خودت یاردم میدادی ثواب نمیگرفتی مگر برادر؟ کار درست است بهترین کار کرده است. نه که مادرت هم یاردم میدادی این بهترین کار میشید برادر جان. اول برای اویلای خود کمک کردن در کار، اول اویلای خود تامین کردن در کار، اول مادر خود روزی کردن در کار، بعد دیگر را برادر جان میدونم که کمک کردن به چی خاطر است. درکی جوان دیدی ها؟ میخوای که دلش به دست بیاری، میخوای که استفاده بری. 100% برادر جان من فهمیدم ایدل نیت تو گفتم. نکیت کارت کردم میگی برادر جان. من برام مادر در کمک کنم که محتاج کمک ای برادر. محتاج کمک.